اگر شما از اون اصلا افرادی هستید که شب تو خواب پاتون میگیره و از خواب بیدارتون میکنه، یا اینکه نه اصلا کلا یه خواب سبکی دارید و خواب خوبی ندارید، این ویدیو بهتون کمک میکنه. چرا که تو این ویدیو میخوام در مورد یه عنصر خیلی مهم که برای بدن لازمه صحبت بکنم و اون منیزیمه. سلام، به کانال من خوش آمدید. تو این ویدیو میخوام در مورد اینکه منیزیم چه نقشی تو بدن داره و چه کارهایی تو بدن میکنه و میگه اگه بدن دچار کمبود منیزیم بشه چه علامتهایی پیدا میشه و بالاخره اینکه چطور بفهمیم ما دچار کمبود منیزیم هستیم یا نه با شما صحبت بکنم. کلا منیزیم یه عنصری هست که به عنوان کوفاکتور یا همون کاتالیزوری که توی شیمی دبیرستان داشتیم برای عملکرد 300 تا آنزیم بدن لازمه. یعنی در واقع 300 تا آنزیم بدن در کنار منیزیم میتونه فعالیت بکنه و کار بکنه. پس میبینید اگر بدن دچار کمبود منیزیم بشه خیلی از اثر میذاره روی بدن و علامت‌های متنوعی میتونه ایجاد بشه که اینا غیر اختصاصی هست و تو بیماری‌های دیگه هم میتونه باشه و باید به فکرش باشیم. کلا سلول های بدن ما برای اینکه بتونن تولید انرژی بکنن به منیزیم نیاز دارن. پس در نتیجه وقتی که ما منیزیم بدنمون پایین باشه باعث میشه که سلول ها نتونن به اندازه کافی انرژی تولید بکنن و همین باعث میشه که در مجموع بدن ما دچار یه ضعف و خستگی دائمی باشه. از طرفی 70% منیزیم بدن ما در داخل استخوان ها هستند، یعنی جزئی از ساختار استخوان ها هستند. پس میبینید که اگر ما کمبود منیزیم داشته باشه بدنمون تو استخوان ها کاهش پیدا میکنه و میتونه استخوان ها رو مستعد بکنه به طرف پوکی استخوان، حتی اگه کلسیوم بدن کافی باشه. حالا جالبه بدونید که برای اینکه کلسیوم بتونه از روده ها از غذا جذب بشه منیزیم نیازه. پس وقتی که ما کمبود منیزیم داشته باشیم باعث میشه که جذب کلسیوم غذایی هم کم بشه و همون باعث میشه که کلسیوم هم به موازاتش کاهش پیدا بکنه و در مجموع با هم دست به دست به هم میدن و استخوان ها رو بیشتر به طرف پوکی استخوان میبرن. خب یه نقش دیگه منیزیم روی سلول های مغزیه. در واقع منیزیم مثل یه ترمز طبیعی برای سلول مغزی عمل میکنه. چطور؟ باعث میشه که سلول های مغزی کمتر تحت تاثیر تحریکات قرار بگیرن. یعنی در واقع یه مقدار سلول مغزی رو تو حالت ریلکس در برابر تحریکات و استرس ها قرار میده. پس وقتی که ما مقدار منیزیم خون پایین میاد باعث میشه که شخص مضطرب تر باشه، بیقرارتر باشه و حتی یه حالتی که خواب سبکتره، سریعتر از خواب بیدار میشه و یه احساس بیخوابی برای فرد میتونه ایجاد بکنه. یه نقش دیگه منیزیم هم که خیلی مهمه تو عملکرد عضلاته. به طور کلی وقتی که ما یه فعالیتی رو انجام میدیم، راه میریم، میدویم، عضلات تو حالت انقباض میره. این روال کار بدن اینه که وقتی که عضله حالت انقباض میره بعد یه مدت بعد بره تو حالت استراحت و دوباره میره تو انقباض که خب عضله زیاد آسیب نبینه. برای اینکه بعد از انقباض عضلات برن تو حالت استراحت به منیزیم نیازه. پس وقتی که کمبود منیزیم وجود داشته باشه کمتر تو حالت استراحت میره، بیشتر تو حالت اسپاسم و انقباضه و اون هم چیزی که ما به نام گرفتگی عضله میشناسیم که باعث میشه که وقتی که منیزیم کم باشه ما گرفتگی عضلات داشته باشیم. گاهی اوقات انقدر کمبود منیزیم شدیده که روی عضلات قلب هم همین اثر رو میذاره و باعث میشه که یه نامرتبی در ضربان قلب یا به اصطلاح علمی آریتمی هم حتی پیش بیاره و برای بدن خطرناکه. و بالاخره یه نقش دیگه منیزیم که خیلی مهمه اینه که باعث میشه که روی سلول های بدن ما حساسیت به انسولین افزایش پیدا بکنه. در نتیجه وقتی که کمبود انسولین وجود داشت، کمبود منیزیم وجود داشته باشه باعث میشه که سلول های بدن نسبت به انسولین حساسیت کمتری داشته باشن و به اصطلاح به نام مقاومت به انسولین شما میشناسید. من در مورد مقاومت به انسولین و تأثیری که روی بدن میذاره یه ویدیو کامل درست کردم، لینکش رو براتون میذارم، میتونید ببینید و متوجه بشید که چجوری منیزیم اینجوری هم میتونه کمبودش باعث آسیب به بدن بشه. فقط به طور خلاصه بگم که وقتی که مقاومت به انسولین پیش میاد
مثلا منیزیم هم یه عامل ایجاد کننده اون هست، باعث میشه که بدن نسبت به یه سری بیماری‌های مستعد بشه، مثل دیابت، مثل کبد چرب، و بدن رو به اون طرف میکشونه. خب پس ببینید که واقعا طیف علامت‌ها وسیع میتونه باشه. حالا قبل از اینکه من بخوام جمع‌بندی بکنم در مورد علامت‌ها، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو کانال من بشید و زنگوله رو هم بزنید که من وقتی مطلب جدید گذاشتم متوجه بشید و زودتر ببینید. خب حالا با این صحبت‌هایی که شد و حرفایی که زدیم متوجه میشید که پس علامت‌ها میتونه خیلی متنوع باشه. اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم، علامت‌ها از یک خستگی طول کشیده میتونه باشه و ضعف، تا گرفتگی عضلات، تا گزگز و مورمور تو دست‌ها، تا یه احساس اضطراب و بیقراری، تا خواب سبک، حتی میتونه تا ایجاد یه ام، حتی نامنظمی در قلب و یا آریتمی‌های قلبی بشه. حالا فکر میکنید واقعا چه کسانی دچار کمبود منیزیم میشن؟ خب اولا منیزیم اگه واقعا رژیم غذایی مناسب داشته باشیم میتونه به حد کافی به بدن برسه. پس کسانی که واقعا رژیم غذایی مناسب ندارن، مخصوصا بیشتر غذاهای فرآوری شده میخورن و همونجوری که گفتم غذای حاوی منیزیم کمتری تو رژیم غذایی روزانه‌شون هست، این افراد خب به طبع استعداد بیشتری دارن که دچار کمبود منیزیم بشن. دوم کسانی هستند که خیلی تو شرایط استرس دائمی هستند. ببینید بعضی مشاغل واقعا باعث استرس دائمی تو افراد میشه، مثل خلبان ها استرس دائم دارن. در نتیجه یه هورمونی به نام کورتیزول تو بدن افزایش پیدا میکنه که هورمون استرس است و این باعث میشه که اولا هم سلول های بدن نیازشون به منیزیم بیشتر باشه، هم باعث میشه که منیزیم به مقدار بیشتری از ادرار دفع بشه و هم باعث میشه که جذب منیزیم از دستگاه گوارش برای غذا کمتر بشه و در مجموع باعث میشه که نیاز بدن به دریافت منیزیم غذایی بیشتری باشه و وقتی که اینجوری نباشه فرد دچار کمبود منیزیم میشه. یکی دیگه چه کسی مستعده؟ افرادی هستند که مقدار زیاد الکل و یا نوشابه حاوی کافئین استفاده میکنن. خب نوشابه حاوی کافئین میدونید چیا هست؟ چای، قهوه، نوشابه های انرژیزا. الکل و کافئین باعث میشه که در مجموع مقدار دفع ادراری منیزیم افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که فرد دچار کمبود منیزیم بشه. یکی دیگه کسانی هستن که برای طولانی مدت بعضی داروها رو مصرف میکنن، مثل آنتیبیوتیک ها، بعضی از اونها، یا اینکه یه دسته داروهای بعد دست که گوارش همه میرن به نام همه کپسول صبح ناشتا میشناسن که اینا همون دست داروهای پی پی آی ما بهشون میگیم که مثل پنتوپرازول، اومپرازول، اینا باعث میشه اسیدیته معده رو پایین بیارن و با تأثیری که روی تو دراز مدت جذب منیزیم میذارن، جذب منیزیم رو کاهش میدن و همین باعث میشه که فرد مستعد بشه به کمبود منیزیم. و بالاخره کسانی که کلا نسبت به افراد عادی نیاز مصرف منیزیمشون بالاتر هستش، مثل خانمای باردار، مثل ورزشکاران. ببینید ورزشکاران مثلا اگه ورزشکار حرفه‌ای باشن، یعنی هر روز تمرینات سخت داشته باشن، نیازشون به منیزیم بیشتر هستش. پس اندازه این که به طرف کمبود منیزیم برن بیشتر. خب حالا ما چجوری تشخیص بدیم آیا واقعا دچار کمبود منیزیم شدیم یا نه؟ این خیلی مهمه. و آیا آزمایش خون میتونه کمکی بکنه به ما؟ ببینید واقعا نه، آزمایش خون کمکی نمیکنه تو تشخیص کمبود منیزیم و واقعا به پزشکتون رو تحت فشار نذاره که منیزیم خون منم اگه میشه یه آزمایش بدید ببینیم چک کنیم. چرا؟ به خاطر که فقط 1% منیزیم بدن داخل گردش خونه، بقیهش داخل عضلات و استخوان ها هستش. یعنی امکان داره شما دچار کمبود منیزیم باشید، تو عضلات و استخوان ها و سایر اعضا منیزیم پایین باشه، ولی خب چون مقدارش تو خون کمه، تو خون نشون داده نشه، پس به این نمیشه آزمایش خون اعتماد بکنیم. اون چیزی که به شما کمک میکنه علامت بالینی هستش. یعنی اگر شما جزء دست افرادی هستید که استعداد به کمبود منیزیم دارید و اگر دچار علائمی شدید که من براتون گفتم، در نتیجه باید به فکر این باشید که این علامت ها میتونه مربوط به کمبود منیزیم باشه و باید با غذا اول و بعد اگر لازم شد با قرص ها جبرانش بکنید. توی ویدیو بعدی که براتون درست میکنم در مورد اینکه واقعا چه غذاهای منیزیم بیشتری داره، چه وقت لازمه از قرص‌ها و مکمل‌های منیزیم استفاده بشه و هر مکملی کجا به ما کمک میکنه بیشتر توضیح میدم. منتظر ویدیو بعدی باشید.
اگر سوالی داشتید میتونید تو کامنت ها از من بپرسید. تجربه ای هم در مورد این مسئله داشتید، خوشحال میشم به اشتراک بذارید. خوب باشید.